موضوع اقتصاد مقاومتی از موضوعات مهمی است که مقام معظم رهبری در سالهای اخیر مورد تاکید و توجه قرار دادند. امشب به همین موضوع می‌پردازیم. با ما همراه باشید. هولوش 4-5 دقیقه‌ای داریم زمان. تو این 4-5 دقیقه اول ابتدا خود تعریف موضوع رو، یعنی آقای دکتر خود شما تعریفتون از اقتصاد مقاومتی چیست؟ اقتصادمون که همچین تعریفی نداره. 4-5 دقیقه هم زیادشه. نرخ ارز و این داستان گرونی و بحث مرغ و این حرفاست که فشار جدی وارد کرده. الان خود مقام عظما با تمام قوا دارن مقاومت میکنن که زیر این فشار به قدقد نیفتن. آقای دکتر در استودیو شبکه خبر حضور دارم و بحث امشب رو با موضوع اقتصاد مقاومتی شروع کردیم. تعریف اولیه از اقتصاد مقاومتی رو آقای دکتر گفت. اولیه و دومیه نداره، همش همینه. دقیقاً من رو برد سر این نکته که از شما پرسیدم، میگم مثلا آقای دکتر این روش در یک روش عملیاتی است در اقتصاد. من اینطور متوجه میشم از صحبت شما که یک روش عملیاتی است. آره، عملیات ایشون در مقابل تحریما این بوده که رفتن پای دکترین علی چپ. خلاصش اینه که هر وقت روزگار یه ضربه سنگین بهت زد، آروم لبخند بزن، یه نگاه بهش بکن، بگو جوجه همه زورت همین بود. تو هر کی راهنمود به ایشون داده یادش رفته بهشون بگه که همه جا نمیشه اینو به کار گرفت. جست مفتی بعضی وقتا خیلی گرون تموم میشه. این دکترین جلوی روزگار میشه به کار برد، ولی جرأت داری یه بار تو رینگ بوکس جلو اون یارو گردن کرفته که داره کتکت میزنه همین کارو بکن. مشتر خوردی کف رینگ ولو افتادی، ستاره ها دارن دور سرت میچرخن، بلبلا سوت بلبلی میزنن، اون داور پاپیونی هم اومده بالا سرت همینجوری داره میشمره. اونجاست که برمیگردی بهش میگی آقا جون اگه داری میشمری که من بلند شم دوباره جلو اون مرسی هیکل ناشاخول برات رقص پا بکنم، کور خوندی. ولی تا آدم نرفته اینم اینجا بگم که برنامه رو تو مسیر انحرافی ننداز. اینا که مهمترین کار تو برنامه معرفی مهمون گرانقدرت بود که همین کارم نکردی. بحث به جای مهمی رسید که میخوایم یه سرفصل جداگانه براش باز بکنیم. نمیخواد جداگانه براش سرفصل باز بکنی. خودم همینجا میگم منبع 30,000 لیتری ال، جنراتور 1 مگای دانش، نیروگاه خورشیدی مرام و معرفت. بابا تو دیگه کی هستی ترین موجود عالم؟ خود صفا، اند وفا، دارنده انواع و اقسام شفا، ضد جفا، کوهستان دانایی، اقیانوس فروتنی که سعی میکنه بریزه تو این روزنه های کوچیک این برنامه تو. آقای دکتر من یاد نکته افتادم سالها پیش دوره کارشناسی درس توسعه، مثل الانی که صحبت میشه میگن کالاهای بی‌کیفیت چینی که البته حالا با کیفیتش هم اومده صحبت میشه و دستش اون موقع یادم هستش که تو ادبیات توسعه گفته میشد که ژاپن هم کالا دوره‌ای داشته که کالاهای بسیار بی‌کیفیتی داشته و قدیمی‌تر از ما خاطرشون بوده که ژاپن چگونه هم با همین گونه کالاها تو بازار جهانی نفوذ پیدا کرده. خیلی نچسب پروندی این بحث و این وسط. می‌خواستی یه جوری بگی که تو هم دانشگاه رفتی درس خوندی ولی گلگیر رو مالیدی به دیوار، خودت هم سکندری خوردی رفتی تا چین و ماچین و ژاپن و این حرفا. حالا که صحبت چین شد یه بحث استراتژیکی چینی برات میکنم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن میدونی چرا دیوار چین جزو عجایب هفتگانه محسوب میشه؟ چون تنها کالای چینیه که بالای یه هفته دووم آورده. شما تو وادی اقتصاد خرد دارید در واقع مثال‌هایی رو میزنید. من تو ایده اقتصاد کلان دارم سوال میپرسم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن که بعضیا عین آخر این سس خرسیای تیوبی هستن که فقط ترتر میکنن بدون اینکه بازدهی درست حسابی داشته باشن. البته بهت بر نخوره ها، از سرت هم زیادیه که مثل سس باشی یه روزی. واسه من ساعت دیگه نکن ناکس. سوال داری بکن استفاده تو ببر. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر که از در این برنامه شرکت کردید. ما بازم قطعا به این برنامه میپردازیم، بازم در خدمت شما و نظریات شما خواهیم بود. البته اگه فکر کردی که من انقدر بیکارم که دوباره بیام تو برنامه تو شرکت بکنم و با تو دهم به دهم بشم، خیلی کور خوندی. آقا رو چقدر کور خونده.